زود نشون میده که زود افکار نمیاد. امکاناتی صادرات ما نبود و امکاناتی در داخل نیست کردن استفاده بردن این برق ما. در حقیقت امروز در تاجیکستان یک ماشین که جناب درست گفتن که تو 12 ساعت مردم امروز برق می‌گیرد مثل در سالی گذشته قریب 5 سال زیاد است و دیگر عاملی بود که در حقیقت بعضی نویابه این کمبودی‌ها بود. ما این کمبودی‌ها برطرف کردیم. ما هر روز از شبکه‌های برقی اخبارات میگیریم که کدام ناحیه کدام منطقه از سحر از ساعت چند توشن از برق دارید تا بگویید از ساعت چند توشن از برق امروز نه کم از 11 ساعت 12 ساعت برق می‌گیریم. مرکز شهر و ناحیه‌ها ولایت‌ها کلا با برق می‌گیریم. شما درست ما پیشنهاد کرده درست و جناب دولت درست کرده.